رایش سوم برای تغییر سرنوشت جنگ روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کرد که مرز بین واقعیت و رویا رو جابجا می‌کردند. از غول‌های 1000 تنی تا سلاح‌های فضایی. اینها شیاطین مهندسی هیتلر هستند. پروژه P1000 راته طرحی برای ساخت یک ناو عظیم‌الجثه با وزن 1000 تن بود که قرار بود به توپ‌های 280 میلیمتری نبردناوهای کلاس شارنهورست مجهز بشه. این غول فولادی با طول 35 متر انقدر سنگین بود که هیچ جاده یا پلی توان تحملش رو نداشت. پروژه هانبو یکی از مرموزترین طرح‌های رایش سوم برای ساخت بشقاب پرنده‌های ضد جاذبه بود که طبق اسناد ادعایی قرار بود از پایگاه‌های مخفی در قطب جنوب علیه دشمن عملیاتی بشن. توپ گوستاو بزرگترین سلاح توپخانه‌ای ساخته شده به دست بشره که با کالیبر 800 میلیمتری گلوله‌های 7 تنی را برای نابودی مستحکم‌ترین دژهای متفقین شلیک می‌کرد. سلاح خورشیدی یا آینه مداری پروژه‌ای علمی تخیلی بود که قصد داشت با متمرکز کردن نور خورشید توسط یک آینه عظیم در فضا شهرهای دشمن را از کیلومترها دورتر ذوب کند. جنگنده مسرشمیت 262 اولین جنگنده جت عملیاتی جهان بود که با سرعت 870 کیلومتر بر ساعت عملاً سریعتر از هر هواپیمای متفقین پرواز می‌کرد و به تنهایی کابوس بمب‌افکن‌های سنگین بود. اگه به این نوع فکت‌های جنگ جهانی علاقه دارید، کانال ما را سابسکرایب کنید.